فصل 19 سرزمین ایران، شهر کرمانشاه. در عائله طفلی به دنیا آمد. پدر به افتخار فردوسی بزرگوار نامش کرد ابوالقاسم. ابوالقاسم کرمانشاهی، ابوالقاسم لاهوتی. ماه رمضان بود که خدا ابرو را به ما داد. قرقیر خزان بود که خدا ابرو را به ما داد. این یگانه بیتی است که مادر من سروده است. این تاریخ تولد من است. مادرم یاد میکرد که وقت تولد من شب بسیار سرد و پربرف بود. پدرم احمد به نام حکیم الهامی شهرت یافته یکی از بهترین شاعران شهر به شمار میرفت. مادرم کرد بود، از قبیله کلخانی. پدرم خیلی فقیر بود و به تأمین عائله گیوه کشی میکرد. در کودکی به او شاگردی میکردم. دو برادر و دو خواهرم از 9 اولاد پدرم زنده مانده بودند. خردترین پسرها من بودم. پیش از من ابوالحسن بود. خواندن و نوشتن را در خدمت پدرم آموختم. و مرا به مکتبخانه سری گذر دادند. معلم مکتب ما مرا با فلکه بسته ناخنهای پایم را زیر چوب ریزاند. پدرم بعد چنین طرز تربیت من خردسال را از مکتب خانه گرفت و دیگر به آنجا نداد. ابوالقاسم را کرمانشاه زاده بود. با همه آن شادی و غم و تقدیر سرنوشت عالمانش. هنر شعر گفتن را از پدرم آموختم. مرکزهای انقلابی آن زمان مرا در زیر تأثیر خود گرفته برای سخت ولی عزیز مبارزه هدایت کردند. اشعار انقلابی و معارف پرورانه میرزا ملکم خان مشهور به من اسیر گذار داشتند. سال 1904 این صورت اولین ابوالقاسم و برادرش ابوالحسن. در کرمانشاه طبیبی بود، وطن پرست و ملت دوست. در چنین زمان او شمعی بود در تاریکی ایران. با مددگاری و سپارشنامه او برادرم مرا گرفته به تهران رفتیم. آنها بار اول کرمانشاه را ترک کردند. این آغاز سفرها و اولین دوری ها از زادگاهشان بود.
مسلمان هاست یا کفار یا هر دو. همه دادی وطن خواهی زنند اما نمیدانند وطن خواهی به گفتار است یا کردار یا هر دو. تیر ماه سال 1906 اولین پارلمانت و اولین کنستیتوسیون ایران در زد و خوردها با ارتجاع تولید یافت. در آخر عصر 19 شاه با مدد افسرهای رسمی پادشاهی کشنهای قیرکننده را گرد آورد. Приехал полковник русской армии Ленин его в своих сочинениях упоминает, что бомбардировал первый парламент Ирана. Шах командовал, а он землей уравнивал парламент. Людей рубили, резали, вышли, грабили. Шах победил. در تهران حرکت آزادی خواهی شکست خورد. طبها غلبه کردند اما انقلاب کشته نشد. همراه یک گروه رفیقان به مرکز ولایت گیلان رشت را آوردیم. شعله های انقلاب در تبریز و رشت زبانه کشید. در آنجا به جنبش آزادی خواهان ستارخان و باقر خان راهبری می‌نمودند. سرگو ارزنیکیدزه در صف اختیارین کفرزی این شورش اشتراک داشت. یراق توانای انقلاب سخن لاهوتی بود. باوجود زیادتر شناختیم خودش ندیده. شعرها را می‌خواندن، جوانان همش می‌خواندن. ملت ایران همه از مرد و زن جامه نپوشن و به غیر از کفن ما همه جوانان توییم ای وطن پرورده دامان توییم ای وطن غم نخور به قربان توییم ای وطن. برای برقراری عدالت ملی در صف انقلابچیان و مبارزه‌ها برای یگانگی و همدستی قواهای انقلابی شاعر با نشان ستارخان سرفراز گشت. لاهوتی شاعر تو تفنگ جنگ فوج حمله کن شعرهاشو که نوشته همش مارچ است. اینا به ما جوانان خوش می آمد. توده زحمت برابر سرزخواب 200 قرن ما گوش بشنو چشم بگشا گوش بشنو
قوه‌های ضد انقلابی بود حمله ور گشتیم. سرودهای جنگی مرا هم می‌خواندند. با فشار اردوی فداییان تهران تحصیل و از دل خاک و خاکستر دومین مجلس شورای ملی مملکت تشکیل یافت. این غلبه ها با خون مبارزان به دست آمدند. دسته‌های اصلی انقلابی و شاه سرنگون گشته یک را از دست ندادند و در خصم انقلاب عملیات کردند. از آن طرف فشار می‌کرد، خلیل مجید زیر فشار می‌کرد، مملکت متعلق مالی رساندیم که ایران در گذشته پادشاهی کلام بوده است. عبید نشد такого ничего не остаться от Ирана. Просто делили между собой. عاقبت اصطلاحگران با ارتجاع داخلی متحد گشته آخر سال 1911 انقلاب ایران را غرقه خون ساختند. در این زد و خوردها لاهوتی اسیر گشت. Был приговорен к смертной казни. Его бросили в подвал и на утро должны были расстрелять. И он сидел в этом подвале, а там был под потолком окошечко маленькое с решеткой. И за окошечком сидел часовой, который его охранял. Этот часовой, от нечего делать, пел песню. Отец услышал эту песню и узнал ее, потому что в детстве ее пела его мать. Эта песня была курдской племени. И вот он спросил часового, из какого источника ты пил воду? Тот ему ответил, как надо, из того, который никогда не замутится. Часовой помог ему выдернуть эту решетку, и они вместе с ним бежали. سال 1916 در شهر کرمانشاه قوه‌های بزرگی از سپاه روس بودند که بر ضد ترکیه می‌جنگیدند. من به آنها علاقه پیدا کردم. یکی از آنها ایوان اوستویچ کالانیتسف بود. نام لنین را نخستین بار در کرمانشاه از این بلشویکان شنیدم. پس از رولوسیون اکتبر با فرمان حکومت سوویتی قشون روس از ایران فراخوانده شد. بلشویکان و مسلکان مبارزان آزادیخواه ایران خاک آن را ترک کردند. سفید ورزشیان روس و دسته‌های ارتجاع زیر بیرق انگلیس بر ضد قوه‌های آزادیخواه ایران که لاهوتی عضو آنها بود به جنگ درآمدند و آنها را مغلوب ساختند و لاهوتی مجبور شد وطن را ترک بگوید. او پی نمی بود که دیدار زادگاه دیگر میسرش نمی گردد. این آخرین ودا بود، ودای ناکرده. سال 1918 ترکیه. در استانبول مدت تمالی بنده پیش خدمتی آشخانه و معلمی می کردم. مدت مجله پارس را که نیمش فارسی و نیمه دیگر فرانسوی بود با حسن مقدم نشر می کردیم.
ژورنال چاپ میکنم پارس و زبان فارسی و فرانسوی. اینا از کی است گفتم؟ گفت که یکیش لاهوتی است. من هیچ نمیتوانم بگم که لاهوتی کنستانتینوپل پارس هیچ جوری پابلیسکاوی. اون لاهوتی نوجوده desde que تقریبا ایران گریمیتی و اینجا. اول بگم کنستانتینوپل. سال 1921 خبر انقلابی را آورد که آتش آن دوباره در گیلان برافروخته بود. به انقلاب نو در آذربایجان ایران شیخ محمد خیابانی راهبری میکرد. حیدر اماوغلی یکی از راهبران انقلاب گیلان بود. حکومتداران ترکیه به لحاظ اجازتی به ایران رفتن ندادند، ولی او با هر راه و واسطه توانست به وطن برگردد. با رسیدن او به حدود آذربایجان ایران انقلاب گیلان پخش و شکسته بود، ولی او توانست در اطراف خود قواهای نوی انقلابی را جمع آورد و آخر ژانویه سال 1922 به تبریز درآید. تبریز چون حکومت آزاد فقط 11 روز پایدار ماند. با عاقبت با زور سربازان رضاخان شکست یافت. بعد شکست لاهوتی با قسمی از سربازان با جنگ و گریز به سرحد سیدی رسید. باوری داشت که به زودی باز به وطن برمیگردد، ولی بیخبر از آن بود که راه تقدیر دیگر او را سوی وطن نمیبرد. از یادداشت‌های سردار سرچیان سویتی در جلفه الکساندر بلایان، اتری عبارت از 400 نفر با راهبری لاهوتی در نزد دیه یاجی نمایان گشت و سرحد را زیر آتش تفنگ‌های دشمنان دنبالگیر درگذشته به خاک سویتی آمدند. ما اتریاد را بی‌یراق کرده به باکو فرستادیم. Баку обстановка была крайне сложной. Тогда еще сильны были консерватисты. И Лоҳутӣ вскоре был арестован. Он рассказывал, что в тюрьме его избили, так что у него на всю жизнь сошли ногти с пальцев ног. Спас его, буквально спас Сергей Миронович Киров, который, приехав в Баку и узнав о нем, приказал его освободить, принял его, расспросил. یاری گرم برادرانه به من سرگی میرانویچ کیروف داد. تمام صفت نیک یک مرد روز و خصلت‌های یک کمونیست ارقی را من در سیمای او دیدم. لاهوتی سال 1923 به مسکو آمد و در نشریات مرکزی خلق‌های اتفاق سویتی به کار درآمد و با دستان خود اولین کتابش را با نام کرمل از چاپ برآورد. سال 1924 بعد از وفات لنین، لاهوتی یکی از اولین شخصانی بود که برای آزادی به پارتی لنینی عریضه داد. از مکتوب کمیسری خلقی کارهای خارجی چچن به رئیس شورای کمیسران خلقی ریسپوبلیک اتونومی سویتی تاجیکستان محیدینه. باوری دارم که رفیق لاهوتی را میتوان با آن دانش زبان و استعداد بای ادبی به طوری وسیع در کارهای مدنی سیاسی در تاجیکستان استفاده بود.
و لوازم آرزوهایی که برای وطن خود، برای زادگاه خودش داشت، اینها رو وقتی آمد اینجا در شوروی دید و گفت وطن من، آخه ما هر دو دارای یک سرچشمه فرهنگ هستیم، مردم افغانستان، مردم تاجیکستان، مردم میهن من ایران. پدر شعر ما رودکیه. لاهوتی با آن وقوف بسیار کاملی که با ادبیات گذشته ما داشت، با آن دانش زیادی که در بر گرفته بود و با آن شوق و محبت کلامی که به ادبیات ما داشت و داشت آمد. لاهوتی ادبیات بسیار اصیله ما را، یعنی ادبیات بسیار قدیمی ما را با ادبیات نوع سوسیالیستی پیوسته نمود. این یک مرحله نو در ادبیات نو سویتی ما بود. به نظم ما موضوعهای نو آورد. سرودهای لاهوتی به خلق تاجیک خیلی نزدیک بودند که دین گذشته اکثریت آنها سرودهای خلقی شدند. سال 1926 در دوشنبه سیزد یکم مؤسسان سویت‌های تاجیکستان گذشت. در آن لاهوتی را به اعضای کمیته اجرایی مرکزی انتخاب کردند. در دوشنبه اون وقتا هیچ شرایطی نشر کردن کتاب، نشر کردن گزیت، نه مطبعه بود، نه کارگران بود. با تشبس لاهوتی همین چیزهای یک وقت و بار کرده تا تلویز آورد. بعد از اینجا به عربه ها کار کردن. بسیار عذاب زیاد کرده. در چند جا عربه لای با غوطیدگی لاهوتی خودش پیاده شده، عربه های تکان داده، از لای برآورده، همون احوال با آورده. در دوشنبه یکمین مطبعه برای نشر یکمین گزیته که این به نام بیداری تاجیک در دوشنبه چاپ شده بود. محرر اونم البته لاهوتی خودش بود. نزد محرر در آمدن شخصی میبینم که هر روز در کوچه چهار میشد، منم سلام میداد، منم سلام میداد و اما اول پرسیم میکرد پسرم کجا میخوانید، در خانه یتیم خانه است یا در دیگر، همون کس اونجا شد. من گفت لاهوتی هستم. تو کی هستی؟ من گفتم من میرشتر. شعر نوشتم. کنی کن سال 1926 معلممون به من فرمود که ترجمه قول خودافتاد نوشته بیا. یک دفتر را پر کرده آورد. یک روز به خانه معلممون من آزادم رفتم که استاد لاهوتی هم اونجا نشستن. اون دفتر را از روی استاد گرفته گفتن که تو نوشتی؟ گفتم من نوشتم. خیلی خوب گفتن. تو خوب بخوان. مرد دانشجو. تقریبا همین نبود. من این دفتری تو رو نگاه میدارم و هر وقت که کلان شدی و شاید قلمکش شدی یا نویسنده شدی باز به حالت دیگر رو Лоҳутӣ пришел к нам в лет объединений, и как самый храбрый я стал читать свои стихи. Конечно, в то время я думал, что это гениальные стихи. Впрочем, судите сами. Ты убила меня своими тонкими косичками. Вторая строка. А теперь переласкай меня, несчастного влюбленного. Очень здорово, сказала Лоҳутӣ. Ну, немножко, ну как же она тебе
لاهوتی بار اول که به سمرقند آمده بود و دیدن عینی آمد. همون دور عینی یکی از اثرهای مهم تاریخی خود نمونه ادبیات تاجیک را می‌نوشت و این کتاب را در شرایط اون وقتای ما هیچ چاپ کردن ممکن نبود. لاهوتی این کتاب را گرفت، برد تا مسکو و وی مقدمه نوشت، مقدمه بسیار مهم نوشت و این کتاب را خودش در مسکو چاپ کرده است. بعد از برآمدن این کتاب اینجا دشمنان خلق تاجیک یا مدنیت خلق تاجیک به ولوله افتادند. این یک دلیل بسیار مهمی بود برای موجودیت یک خلق در آسیای میانه و یک مدنیت بسیار کلان، بسیار مهم داشته می‌بود. بنابراین تهمت کردند که این کتاب بعضی چیزهای پادشاه پرستانه است و رودکی همون شعر مشهورش که روی جوی مولیان همه به ایران گفتن گویا که عینی میگوید که امیر بخارا باز بخارا با گشته بود. اون وقتا یک تهمت همین جزئی برای بدنام کردن کفایه و همین نام کردن این کتاب را بلند کردن، بسیار نسخه‌هاش را سوزاندن و کم نسخه‌هایی که در دست ما مانده است و اینا ما همچون نور دیده عزیز نگاه بداشتیم. مقاله پراوده از 7 سپتامبر سال 1931. لاهوتی در پیشرفت ادبیات سوسیالیستی تاجیک برای مکتب و معارف، آزادی زنان و در حل بلشویکانه مسئله های ملی سهمی بزرگ دارد. حکومت ریسپوبلیکا او را برای این خدمت‌هایش با اردن بیرق سرخ مهنت تاجیکستان قدر کرد. سال 1933 جشن 30 سالگی فعالیت عبدالقاسم لاهوتی. این اولین تنتنه و آخرین جشن او بود در تاجیکستان. نویسندگان تاجیکستان با راهبری لاهوتی گذشت. همه شاعران و نویسندگان تاجیک، خواه کلانسال و ها خردسال که همهشان از تاثیر ثمره بخش لاهوتی بهره برده بودند، در گرد او مجلسان عینی جمع شده در سیز اشتراک کردند. Шапкин, командир дивизия, пушок آورد، لاهوتی پوشاند و گفت که ابوالقاسم لاهوتی از این روز عبارت شما عسکری فخری ما هستید. و لاهوتی گفت من قطاری. از مجلس های سیاست یک تشکیل به یاد ابوالقاسم فردوسی بخشیده شده بود. در اون شب لاهوتی داستان نبرد رستم با اشخاص را از شاهنامه قرائت کرد. قرائت بسیار تأثیر بخش، پر از جوش دل و پر از الهام. ما جوانان البته نام فردوسی را شنیده بودیم و بعضی پارچه ها از او خوانده بودیم، اما بگمانم این که اولین بار بزرگی فردوسی و صنعت عالمگیر او را همونجا حس کردیم و شاید همون شب بود که لاهوتی یک دانه از تخم محبت فردوسی گویا به دل من افکنده بود. تمام کار و مسئله هایی که به حیات اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان دخل داشت به اشتراک لاهوتی نمی‌گذشت. سال 1933 لنینگراد کنفرانسیا آید به قواهای استحصالی تاجیکستان. لاهوتی اشتراکچی فعال این جماعت بود.
1934 سیزد یکمی نویسندگان СССР. در کلیستی از یگانه республикаи после миллиона до Касима Лоҳутӣ ва Садринаи. Наш съезд должен быть не только отчетом предчитателя, не только парадом наших дарований, но он должен взять на себя организацию литературы, дело воспитания молодых литераторов на работе, имеющих всесоюзное значение, всестороннего познания прошлого и настоящего наших родин. Я кончу. در سیزد لوحوتی نطق ارائه کرد. لوحوتی مسئله های اساسی پیشرفت ادبیات تاجیک را در آینده در معرضه خود به میدان گذاشت. یک قطار نویسندگان و شاعران هم کلانسال و هم جوان تاجیک با تشبس استاد لاهوتی اعضای اتفاق نویسندگان СССР شده بلیط گرفتن. در آن بلیط امضای بارکی و امضای لاهوتی است. تأثیرات بسیار بزرگی که ما از سیزد یکم گرفتیم آن اعتباری بود که در ادبیات عمومی اتفاقی و ادبیات های خلق های محلی سابق مستملکت داده میشد. در ادبیات ما یک جریان مسئولیت شناسی پیدا شد. هر چیزی که می نوشتن بدانند که این چیز در دایره خود ما محدود نمیماند، این باید دایره وسیع براید و در آنجا خط ادبیات نو ما را معلوم. در این سیزد لاهوتی یکی از کاتبان مسئول اتفاق نویسندگان СССР انتخاب کرده. У нас было несколько секретарей, а Лоҳутӣ ведал, так сказать, вопросами национальной литературы. Тифлис. Ҷашни Шотар Уставӣ. لاهوتی سال 1935 در کنگرس بین‌الخالقی نویسندگان برای حمایه مدنیت در پاریژ اشتراک داشت و نطق ارائه کرد. Человек, который понимал хорошо нужды и таджиков, и москвичей, все их решал абсолютно хорошо и правильно. В этом смысле он был просто, как святой человек. یگانه کسی که در اون زمان سخت به من داشتم همه جور کوشش میکرد که یاری دهد این لاهوتی بود و زنش در خاطرات خودش نوشته است که درباره این آدم ایرانی من تاجیک هیچ خبر ندارم کیست چیست، اما میگوید که رفتار او، انسانیت او در آن زمان مثل معجزه مینمود. Павленко был председателем, допустим, жестоким таким человеком, он отказы просто, так сказать, произносил очень много. Это попадало к Лоҳутӣ на рассмотрение национальные кадры, особенно писательские, он защищал просто железно. Среди всех секретарей, которые вообще были с тех пор, я думаю, он был больше всех на месте, потому что он знал быт, знал творческие особенности писателей Востока, и поэтому он подходил с сознанием дела. لاهوتی در قیصر امارات با نویسنده سیورد ویشنیوسکی. لاهوتی نویسندگان انتیفاشیست نیمیز لیون فیختوانگر و ماریا اوستن را پیشواز میگیرد. سال 1936 لاهوتی با اردن لنین قدر گردید. جشن 90 سالگی آقین قزاق جنبول جبه
مبارک بادتون آزاده بلبل، یکسر مستقل شد کشوری گل. بخوان آن سان که هر جا بلبلی هست، و شادی بشنود آواز جنبل. سال 37 و مقابل عینی هجوم‌های پیاپی سر شده بود و هر روز در گزیده‌های سمرقند و تاشکند و علیه بر ضد عینی مقاله ها чоп می‌شدند. Передают мне выписку из приказа главлита изъять книги С. Айни. Я понял, что очень плохо. زاخون در سوزاندن، غلامان رو سوزاندن، آدینه رو سوزاندن، پالیس آدینه رو. از همین اثرهایی که همون وقت موجود بودن، همینها سوزانده شدن. خیلی دوستکی سوزانده بودن؟ یه کارا صدایی نوشته بود که اگر یک وقتی به سر من بیاید، من میدانم یگانه مردی که بچه های مرا فراموش نمی کند شما هستید. در سال 37 آماده شدیم که عینی رو حفظ کرده بودن. و لوحوتی چنان متاثر شده بود که همون دقیقه برخواسته درید و کمیته مرکزی و اتفاق نویسنده ها و کاتب آن وقته سکه ازبکستان عثمان یوسف به نام وی یک مکتوب یا اینکه تلفن کرد خبر داده که از عینی احتیاج شدن در کار. بعد از همه چیز بود که عینی را یک وقت به تاشکند دعوت کردن. عینی دعوت برفت. بعد از اون تمام اسلام زنده شد. Вот что сделал Лоҳутӣ. Должен вам сказать, что в 1938 году Лоҳутӣ, иранскому эмигранту, идти на такое дело, добиться его, требовало, кроме большой честности, большой смелости. دیدار تاجیکستان، یار و دوستان، شادی بزرگ و روزگار پرنیاتی بود. عرفه دهه اولین ادبیات صنعت تاجیک در مسکو. لاهوتی کارهای زیادی تیاری را عهده میکرد. او از اولین ادیبانی بود که کلاسیک جهانی و شکسپیر را به مردم تاجیک آشنا نمود. یکی از اولین آفرندگان آپره تاجیک بود. برای سهم پرارزش در گذرانده دهه و دستاوردهای صنعتی تاجیک
در برابر دیگران لاهوتی با آدمی نشان فخری قدر کردید. در روزهای جنگ سخن لاهوتی از نو چون دیبا چون شمشیر به حمایه وطن برخاست. در مردم سالها روزی نبود شعر و سخن لاهوتی ثبت نیابد. این جهان میدان جنگی رنج و استثمار شد، زندگانی روبرو با مرگ وحشتبار شد. جنگ‌های بولشویکی اندی میدان کنیم. حالا اونا جنگ سرشگی نبود، یه سال 30 گذشته. لیکن من همچنین شاعر پیشگویی کرده است که مثلا یک روز این دو سیستم با دیگر تداخل میکند. از روی خیال همچنین نشسته است. اگر در آن جنگی که اگر جنگ شود، ما جنگ‌های بولشویکی اندری میدان کنیم. دست اگر از هم یافتد، جنگ با دندان کنیم. اسکران نوشته هستند. پدر از آنها تشکر که شما چون شعر را نوشته اید، چون ما ظفر خواهیم کرد و مخصوصا این روز که ما مگر خبر این را دست دشمن میدیم، ما در بیرق خود نوشته ایم. من بعضی شعرهای لاهوتی را درباره وطن و محافظت وطن و داستان مشهورشان مردستان را ورقه کرده در فرانسا پخته. برادران به مادری وطن وفا کنیم. اگر که طلب کند به وی فدا کنیم. به دشمنان ما امان نمیدهیم، به دیگران خاکمان نمیدهیم. ثابت این گفته بر گیتلری بی حیا کنیم. وطن به این جهان یگان مهربانی من تویی. چه جای این سخن که خود جهانی من تویی. جوان شد از عشق تو وجود من، بود پر از نام تو سرود من. نور من، زور من، ذوق من، جان من تویی. زهر کنار زهر دیار کشید صف همه به جنگی وحشیان رویم. بای لینی به کفترانان رویم. وطن ما ارزها فنا شود، ز فتنه‌اش سرزمین ما رها شود. بحر خوشبختی مردمی این جهان رویم. زندگی آخر سرآید، بندگی در کار نیست. بندگی گر شرط باشد، زندگی در کار نیست. گردشار روزگار آب کند مسکی مشو. مرد باش ای خسته دل، شرمندگی در کار نیست. گر به شرطی پای بویسی سر بماند بر تنت، جان ده و رد کن که سرافکندگی در کار نیست. زندگی آزادی انسان و استقلال اوست. بحر آزادی جدا کن، بندگی در کار نیست. Я помню, когда мы жили в Душанбе во время войны, все время приезжали колхозники из разных самых мест, приезжали просто в гости, навестить его, поговорить с ним.
این کلکاسچی ها می آمدن به خانه ما مثل کاروانسرای چنان ساده می آمدن خرگاشان را یا اسباش را می درآوردن به حولی ما. لوحوتی آفرنده دین دولت تاجیکستان. Иногда среди отдельных поэтов и писателей есть такое чувство, ну я бы назвал так, соперничество и так далее. У Лоҳутӣ совершенно не было этого чувства. Он так их любил. وقتی خیلی بزرگ بود که لاهوتی و تاجیکستان آمدن ادبیات انقلابی تاجیک را اساس گذاشت. شعرهای خودین جوانان را در این روح تربیت کرد. این خدمتی بزرگ بود و این بزرگی را، این خدمت را هرگز باید فراموش نکنیم و نمیکنیم. لیکن بود وقتی که ما اینا فراموش کنیم. بود. افسوس که فراموش کرد. افسوس که فراموش. افسوس که او را نجاندیم. در بین راهبران همان وقتی رسپوبلیکای ما کسانی پیدا شدند که من نمیدانم اصلا به چه سببی بود. استاد لاهوتی را رنج شد. بسیار کسی نازک خیال، نازک طبع بود و یا نمیدانم برای چه رنجاندن. خب فرض کردیم یگان کار را باید به دلخواهی من یا به دلخواهی شما نکرد. ما باید فهمیده ندارم. باید آدم مستقیم، باید آدم روای سنجید، باید آدم مثلا حقیقت را برای رو وارد کرده. اکنون آمده برای که این کلام منفیت سخت شد در پیش بسردن این رو نمیخواد. و این شهر را ترک کرده مسکو رفت. در آنجا استقامت نمود. کاری بسیار بد شد و حتی شرم‌آور این کاری شد. سال 1945 در آذربایجان ایران انقلاب برخاست و رسپوبلیک دموکراتیک تشکیل یافت.
Когда возникло предположение, что, может быть, решил поехать, как он был рад, каком он был, он просто счастлив был. Все время певал «Мировим, мировим, 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 потому что». این امیدی به وطن داشتن بود. Он готовился к этому уже совсем был. Должен был поехать сначала один, а потом он рассчитывал, что удастся и нам всем с ним туда поехать. К сожалению, в это время произошел там переворот контрреволюционный, разгром людей Советского Союза, и это не состоялось.
خزان رشد ما شد کمان رشد ما خون دل می‌چکد از انگشت ما سرخی رنگش از خون هر فرد ماست زردیش عکسی از چهره زرد ماست هر کبودی بر آن آیت درد ماست نقش ضربت بر پیکر سرد ماست سیری و خنده و بازی دلپسند بهر ما کودکان ترک دینی وقتی که بچه ها پنیرها با هیجان شعرهای او رو میخواندن من صفات خودم نگاه نمی‌کنم از چشمای لاهوتی اشک می‌آورد و لباس میخواد دیگه بعد در برآمدش در نطقش گفت که من در مکتب کره میخوندم مولا زده دست ناخنهای من من دیگر به مکتب نرفتم لیکن با بچه های ماها مبارزه میکردن بچه های تاجیک پروس در تاشکند بسیار حسن بودن تبرکلوز داشتن بعضیشون او برای خودش هیچ نمیمان همه پولهاش تقسیم میکرد بین بچه ها صرف میکرد سال 1947 لاهوتی به انجمن دویم نویسندگان تاجیکستان آمد. هنگامی که با دل شاد و دوشنبه فرافزای امروزی می‌گرفت، افتخار می‌کرد و از خرسندی می‌بارید. این سفر آخرین او بود به تاجیکستان. وقتی که ما با انجمن دویم نویسندگان آمدیم در همون روزها کسی بود امروزی رالوگی حقوقی 60 ساله شد اما یکون کس تحریک هم نکرد و گل هم ندارد و در مجلس ها اینگاه قید هم نکرد در بازگشت استاد بیمار شده زیاد از یک ماه در لیناد در خانه رحیم جلیل ماند. تاجیکستان مستقل آزاد عالی شاد سیر بودم با آن دلاور زاندمی که بود صغیر زان سبب با محبت قرض جان من است تاجیکستان سویتی نور چشمان من است. من دو وقتها باید مثل تنهایی میکشیدم وقتی که شدن که نمایگان که معلم آمده اون برای اون کسی خرسندی همون بود باید وقت ساعت 8 آمدم من خرسندی باید که از سینخانه ها ما هم یک مکتب زندگی میکردیم آمدم دو درباره مکتب های تاجیکستان درباره اولین معلم ها نقل کردن ادبیات صنعت و شعرها خواندن بود. پیش از به اتوبوس سوار شدن ما چند صورت گرفتیم بعد گفتن این رو شما کجا میروید
امروز چه نقشه دارید؟ گفتیم ما امروز قصر اسکندینه رو باید تماشا کنیم. گفتم منم همراه شما در ما همه قصر در مسکو زیر کرده این قصر رو ندیدم. همراه اون قصر رو تماشا کردم، تمام روز همراه بودم و گفتن که فردا من شما را انتظار. اما روز دیگر ما رو گرفته از شهر بیرون بردم و رفتن نتوانستیم. در مسکو منزل استاد در همین بنا واقع بود. بعد دو روز ما یک گروه معلمان هم صورت ها یا گروه های بسیاری گرفتیم و رفتیم که استاد نیستن و درمان همش را سپردیم و عذر پرسیدیم، مکتوب نوشتیم. مونده آمدیم. بعد چند وقت من بانو همسرشون را دیدم و گفت که لوحتان را بسیار پریشان شدن و آمده به چارباغشان رفتن، شما با انتظار بودن. اما وقتی از چارباغ گشته آمدند و این گروه را دیدند و سرا را دیدند و مکتوب خواندند و گفتند نگفتم من با تو که تاجیکان جان آدمند، آنها هرگز ما را فراموش نمی‌کنند. سال 49 امریکا من هم اشتراک کرده بودم، لاهوتی رو وکیل نکرده بودم. در رسم گشاد آن مجلس من لاهوتی رو ندیده بودم. دعوتنامه نخوندن. وقتی که این مردم با تئاتر هم جوی جشن بیاد کرده بود، همه وقتی کنید پروفسورتون مردم دعوتنامه‌تون نیست. وقتی که آمد به پرزیدیوم او رو راه ندادن، گفتم که نه جای شما اینجا نیست، در پرزیدیوم شما برگردید و او را گرداندن. از اونجا ما بخواسته بخانه برگشتیم. ما در وقت زندگانی لاهوتی از وی به طوری باید شاید قدرشناسی نمی‌کرد. عزتی وی را قطعی که سزاوار است اجابت نمی‌تونست. حالا که وی سزاوار عزت و حرمت و غمخواری از آن بیشتر زیادتری بود. سال 1953 جشن 75 سالگی استاد عینی میبایست دو استاد بزرگدار همدیگر برسند، ولی تقدیر بی‌بهایی کرد. استاد عینی بیمار بود و جشن خود نه به دوشنبه نه به مسکو نآمد. Мы собрались сегодня, чтобы отметить 95-летие старейшего и выдающегося писателя Совета Таджикистана, основоположника советской и таджикской литературы Садриддина Айни. И носитель этого имени является роднёй и братом нам не только по перу, не только по учебе у Горького, потому что многим обязано большинство из нас, но прежде всего по деятельному участию.
Лоҳутиева живую память и борьбу прошлого творческим провидением будущего. Имя это широко известно как у нас в стране, так и за рубежами Советского Союза. УСТОД در بسیار جشن‌های بزرگان آمده داشت و در پرستش خاطره آنها بود. از وقتی ماست که در آن جشن‌ها УСТОД عکس‌اند و این نواره‌ها برای این روز و تاریخ شهادتی گرانبها گشتند. سال 1954 سیزن دویم نویسندگان SSR Последний год его жизни, это было связано с 20-м съездом партии, потому что он же очень верил в Сталина. Он никогда не мирился с тем, что происходило в 30-е, в частности, годы, в 40-е, но известно, он всегда старался помочь всем, кто нуждался в помощи, и очень много видел из того, что происходило в то время. Но к Сталину у него была всегда какая-то вот вера. Те встречи личные, которые у них были где-то в промежутке с 4 по 38 год, как-то произвели на него сильное впечатление. И он всегда вот до 20-го съезда, он всегда считал, что тот либо обманут был, либо как-то не все видел там или не все знал. Похоже, همون وقت خبر دادن که میتین بگیج با پیش شاه خورد. بعد گفتی چین مرز میرد اونجا. یک کسی دیگه اونجا اشتراک کنم نمیم کی بود. گفتی وای همون نویسندهایی که با ستالین بودند، هم طبق بودند، هم سبق بودند، چی میکردن با همونا صحبت میکنند که وای درباره کل لیچنوست شخصیت پرستی ستالین نویسنده اونجا. شما در کردن میکنن پرسی داودی رو نچونن منو دعوت کنن چی میگویم کی وای امریکا خودمو همین کار کردیم هم صفحانی وای همین کار کردیم ما شاعران نوشتیم که ستالین لینین دوران است خلق باور میکرد. Он понял теперь, что он ошибался в этой своей безусловной вере в Сталина, и в частности многие стихов, которые он ему посвящал тогда, он
теперь бы уже так не написал. И мне даже кажется, что вот эти переживания, связанные с осознанием всего этого, они как-то сильно сказались на его здоровье в это время, помимо возраста, они, может быть, ускорили даже его смерть. سال 1950 روزهای آخری استاد لوحوتی در ساناتوریوی گرسن خواهر شفقت елена Харитоновна Барабашева یادآوری کند. Лежал в первом отделении, на втором этаже, крайнее окно, вот, под березкой. Мы в ту пору были молодые, называли его, ну, как бы дедушкой. Последним видел его живым я приехал к нему, это было зимой. Я привез ему письма от братьев, сестер и от мамы. Он внимательно их прочитал. Он посмотрел на свою руку, а рука была худая-худая. И сказал, куда шла моя сила? از خاطره دکتر لاهوتی ольга Михайловна Степанова. Обвел глазами палаты, таким как бы упором на нас посмотрел. Вот что, не вылечили меня. В 5 часов утра раздался звонок. زن زدن که باید بیایید. ما آمدیم و دیگر او رو ندیدیم و او پیش از وفات با زبان تاجیکی فارسی چه سخنها گفت که هیچ کس نفهمید و این البته یک جراحتی در دل من برای همیشه مانده است که در دست فرزندان این نشده جای دیگر. Последней с ним была медсестра в санатории. Я рассказывал потом нам, что он говорил перед смертью, но, к сожалению, говорил по-персидски. Она этого, конечно, не понимала. И вот так вот я всегда, когда вспоминаю об этом, мне так хорошо становится, что было рядом с ним никого, кто понял бы его последние слова. По-русски последнее, что, о ком он вспоминал, это о младшей дочери, о Лилии. Он ее видел во сне. Сон про то, что они где-то на берегу моря, и что-то вроде наводнения, и волны уносят Лилу, она еще маленькая, и он бросается туда в воду, чтобы ее вытащить. И вот на этом он проснулся. Папа строгал на верстаке, он очень любил плотничать. И я приходила к нему туда, вот белая стружка, очень много. А я ниже верстака, и вот с него она сыпется. При его жизни я с ним старался говорить всегда на фарси. Ну, иногда по-русски, если при других. А когда мы с ним вдвоем разговаривали, я всегда старался говорить на фарси и более-менее тогда говорил. Просто с тех пор уже столько времени прошло, когда у меня не было никакой практики, что сейчас я уже не решаюсь говорить, не получится. Вышли папа, я как-то к нему кинулась, и меня потом оттащили. Видно, он так себя чувствовал. И я помню, что меня как-то сразу уводят куда-то. Да. Да. Мне еще не было 22 лет, когда он умер, а молодость обычно интересуется больше будущим, чем прошлым. И все время казалось, что будет еще время, много времени будет спросить отца о том, а потом вдруг получилось так, что никакого времени уже не осталось. اصلا تمام اهل عائله ما لاهوتی پرست است. خصوصا پدرم بسیار لاهوتی را دوست می‌داشت و تمام لیریکای لاهوتی را از بر می‌دانست. خطا نمی‌کنم که حتی کتاب لاهوتی را در تای سر مانده خوابیدم. حالا پسران من حکمت الله، فیض الله، رحمت الله از آثار لاهوتی باخبر هستند و در تمام مرحله‌ها از ایجادات لاهوتی ما نظرسنجی می‌کنیم.
دختران ایران، آن روز که دختران ازبک آزاد شدند همچو مردان، از پرده برون شدند یک یک مانند گل شکفته خندان. شد گفتگو ای نژاد مزدک، زان چادر چون سیاه زندان. مردم همه شادمان و من تک، از ذکر اسارت تو چندان شرمنده شدم که گریه کردم. یک بود و هزار گشت دردم. دوران سپری گردد و خورشید بماند. گویند نویسنده و تاریخ ندارد که آمد و که رفت دنیا. زیرا که هنرمند تمام یک دم جان آید و جاوید بماند. امروز لاهوتی همچون شاعر انقلابی مشهور جهان است. در ادبیات تاجیک وی نخستین کلاسیک نظم تاجیک شد و ما تاجیکان حق داریم فخر کنیم که او به زبان ما می‌نوشت و سرود میگفت و میراثی بسیار ارزنده، میراثی بی‌مرگ و بی‌زوال به ما باقی داشت. در رگ‌هایش سیلاب غیرت جریان داشت، سردخونها را دوست نمی‌داشت. سینه‌اش خزینه شعر، گفتارش صنعت، مقصدش محبت، دلش زنده به عشق، عشقش خیرخواهی، پروردگارش وطن بود. Потому что я добился в жизни, я обязан ему. Я и все поэты моего поколения. Так пусть же всегда славится его имя. شدن صنعتگران ماهر تئاتر درامایی تاجیکستان. اگرچه حالت صحت در سالهای آخرین مانع است که حضوراً با شما کار و گفتگو کنم، اما دلم و روحم مثل پیشتر با شما. از پیشرفت‌های شما صمیمانه خرسند می‌شوم. از دل و جان سلامتی و خوشبختی همه شما را خواهانم. زنده باشید شما، زنده باشد تمام خلق نجیب قدردان صنعت ارزشیت دوست تاجیک. با سلام و احترام لازم شما.